سلام، چطورین بچه‌ها؟ خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از فورتنایت. دوباره قرار امروز با چنگیز، کیومرز و حلیم پز بریم اسکای بیس بزنیم. چنگیز منگیز هپه انگیز. بذار بگم دیگه. خب بچه‌ها، آرتا ریپورت، ایلیا حتما برید ساب کنید. ایلیا رو ساب کنید، بچه خوبیه، هیچ حرفی نزد. نه لینکش هست داخل دیسکریپشن، یه دکمه کافیه بزن. خب داداش نذاشتی من بگم دیگه، قبلش گفتی. نه جدا از شوخی، چنل آرتا و ایلیا داخل دیسکریپشن هست، حتما برید ریپورتشون کنید، بلاکم بکنید. سابشون کنید، گناه دارم، بچه های خوبی. اینستا لینک اینستا رو حالا شاید گذاشتم اگه حوصله‌ام کشید، ولی خب آیدیشو حتما میذارم. اینستا رو هم فالو کنید. آیدی حلیم پزم میذاریم. بریم تو گیم بابا، 3 دقیقه اینترو شد. بچه ها سوء استفاده رو میبینید، داخل ویدیو اسکای بیس داره میره فکت فورتنایت دیگه. بچه من همینجا میپرم با چیز بگیرم. باجی راستی ما دست پیش تاج داشتیم. کجا بپریم؟ همین اینجا دیگه. فکت فورتنایتی تو بگیر دیگه. نه فکت فورتنایتی تو بگیر دیگه. فکت فورتنایتی پارت 2. بچه انتظار کردم. فکر می‌کنم یه دروغ گفتی کیومرز. نه من کیومرز، این دروغ گفتی حلیمه. کیومرز حلیمه دوست داره. واو. کیومرز ایکس حلیمه. اگه بلیت عروسی رو میخواید حتما به پیج زیر موضوع بده بخوره. چنگیز خانم مغول. این چنگیز خیلی مغوله. باشه پیستول میفروشه. پیستول رو میخوای بکنی سود؟ نه این پیستول بچه من آجارم فوله. بچه من هیچی گانت نکردم، فعلا دارم فقط پیستول معمولی هم نه، پیستول ایزگاسیک بود آز بابلاد. کانتنت ویدیو بعدی میشه. اسکاتیس کسوا. پیستول اسکاتیس. چه خبر پسرمون؟ چه خبر پسر خاله؟ موز دیگر رو بگو. موز میخوری؟ حاجی منم مجبور میشم کیومرز ممیز دو رو بخورم. کیومرز ممیز دو. کیومرز ممیز دو دیگه چه سمیه. یه دونه از این اسپراتو تو رو برام وایده من میمیرم. بمیر. بیا یکی از کیومرز رو میدازم پیچ. این برات میدازم این بخواستی ببرم. حالا مایه چیکار میکنه؟ هیل میده کار خاصی میده. بابا بی شرف دلغک. نمیرسیم بالا چرا؟ بابا صبر کن. احمد خودش نرسیده بعد میگه نمیرسیم. چرا؟ چوب بده بابا، چوب بده. چرا من با تو یه شهر اسپراتو رو درمی تو رو دارم. ماهی زدی؟ ماهی رو زدم اینه مرده بودم. بچه ها زون اونوریه.
فقط برو همین فقط برو برو چوباتو دراپ کن. عباس برو خیلی اون یورو بیاد ببینیم میگه که اینه که اسکولایی فقط برو دیگه تو چیز بید میخوایم بساییم پایین زیرمون رو بزنیم مردیم زیرمونو بزنیم مردیم. منطق. بچه ها نزدیک من بمونید که من بوش دارم با هم دیگه بریم. آره تو این بوش داره راست میگی. من که هیچی نه. بچه ها دوباره چوبا تموم شد ولی رسیدیم به زون بعدی. آجی فکر کنم زیرو زدم. نه نزدم. بابا ولم. بیا 2 تاش دراب میشه آجی. دراب کن آجی. چطوری طوری کردی؟ حالا آجرات رو دراب کن. حالا آجرات تموم شدن. نه آجی آهنا نیاز میشن. بابا آجر رو دراب کن دیگه. آها بیا ببین چه این بچه خوبی بودی. بابا حالا زیرمون رو میزنن یو. ما تو دلیم تو فقط سوال خودت فکر کنی. بزن نزدیک شما بازی کنم وایسا. قبل اینکه زیرمون رو زدن باید پرت کنید. بابا دراب کن دیگه. مرتیکه نچسب. آهنم دراب کردن. کیومرز اسم چنگیز و کیومرز با هم داداشن مثل مداد. چنگیز ما دوتا داداشیم شبا با هم میشاشیم. میخوام تیر بزنم. حاجی آماده باش زیرشو بزنیم. اسنایپر میکنه خب اف میره. چی قراره اسنایپر میکنه؟ الان میافتی حاجی. نکن حاجی دیگه نکن. دلغک بازی تو نکن. بچه ها میخوام یه کار خیلی ریسکی بکنم. میافتی پایینه یو. وای افتاد دلغک افتاد امیر افتاد. دلغک حاجی متریالام فول شد. چرا اومدید پایین؟ 112 تا متریال اینجاست. جای خوبیه. اینجا که کلمه میزن تو بالا بزنی. نزن زیرو نزن. افتادم. مرتیکه؟ منو بگیرید. ایلیا کیلم شد. چی پوریا؟ چه اسکای بیسی بود؟ درامگان مایدس پامپ لجند.
ای بابا نشد. باشه بابا بیا بیا. بابا هیچی ور نداشتم عجب آدمی. ایلیا من که با TNT ها رو با درامگان مایدس دارم. علامت میدم وایسا. حاجی اون لاشخور رو از اون ور ادیت کن. حاجی یکه دید. اینم دید. تو دل منه تو دل منه. حاجی نگاه چه ویدیویی شد. حتما لایک کنید. سلام کنید چنل با هم سرگرمیمون بیزد. یا من بگید یا من بگید تو زنده باشی سید یا من بگید حداقل بذار من تازه بگیرم بذار من تازه بگیرم صحبت کجا میخواستی ریفت بدیم؟ تو منو میتونستی دیوای کنی خیلی اکتیف کنی اشکال نداره. اما تازه میگیرم چرا تاج میگیری؟ میگیری تاج میگیری. چه میسی دادم. خود اونجا کی منو اسنایپ کرد؟ هم یارو. بزنشه یارو یکی دو تا 130 تا خورده. HP یارو به گوز بند بود. من تاج نگرفتم به کپی رایت داره. بچه مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. قرار بود اسکای ویس بریم ولی خب دیگه چیکار کنیم آجی اسکای متیک شد. تا ویدیو بعدی فعلا